در دهه امام تعریفی دهاتی به نام خدای رجبوف ناحیه واسه در شفت شهرهای واسه خوالنگ مقبره امام تعریفی بنیاد کرده شد. این آرامگاه که سالیان زیاد مکان زیارت آدمان است در حال خرابازار قرار داشت. آبادی این مکان این کار خیر و ثواب را برادران صاحبکاران دست به خیر انجام دادند. این مقبره با طرح نو در این شکل ساخته شده با چنین طرز برای بیننده زیبا و فورا می نماید. مقبره امام تعریفی کنجهایش با درازی 11 متر در 4 ستون بنیاد یافته است. گنبد با ستونها در شهر دوشنبه ساخته شده سپس به اینجا آورده شده آن را وصل نمودند. در ساختمان صنعت بلند گچکاری استفاده کرده شده است. میدان فرش مقبره هم با اصول شرقیانه استاکارانه ساخته شده است. 4 طرف مقبره کشاده است. برای زیارت کنندگان شرایط های مساعد فراهم آورده شدند. ساختمانچیان مقبره از شهر خوجند می باشند. عاید شخصیت و مرتبه امام تعریفی این صحیفه تاریخ تا حال ناروشن است. هر گونه روایت ها موجود می باشند، لیکن برای دقیقاً معین کردن آن عاید این موضوع عالمان کار کرده ایستادند. موضع مقبره حضرت امام تعریفی شور زمین است. با مهنت برادران صاحبکار امروز شور زمین به گلستان تبدیل داده شده است. در شفت مقبره حضرت امام تعریفی چشمه آب شفا جاری است. خاصیت توانبخشی دارد. امروز با نام آب ختلان معروف بوده در شهر و ناحیه های کشورمان استفاده برندگانش زیاد هستند. چشمه امام تعریفی او ای دوشنبه ای قرآن تپه ای دنگره امی تابه امی تریتوری خنون مسکووسکی مثال خوالینگ سرچشمه همینجا آدم ها را میپرسن که همینجا میان میبرن غیر یکی تریتوری خنون همینجا میبرن همینجا این بوچکه دا او پر میکنم اینجا زواد کلوب میبرن با ناساس کچر میکنم پر میکنم با ناساس اینجا دا کلیونکا پر میتونم در کلودست همیرا پر میکنم میان گرفته میبرن. آرامگاه امام تعریفی در ناحیه واسه برای خط یادگاری های تاریخی و همچون موضع سیاحی با قید گرفته شده. همه روز 10 نفر سیاحان و مهمانان از این موضع دیدن می نمایند.